این پردم که جدید گرفتی قشنگه. مرسی. پرده خونه داداشمه. آره. داره ضبط میشه. بسیار عالی. آه، من فکر کنم که بتونیم از همون سوال هفته قبل جلسمون رو پی بگیریم. ما تو چهارمین جلسه هستیم و داریم در مورد روان درمانی صحبت میکنیم. هفته قبل در مورد این که اساساً درمان و درمان به اندازه کافی خوب یعنی چی صحبت های شما رو شنیدیم و یه سوالی هم همون هفته قبل پرسیدم و دوباره این هفته خب با همون سال جلو میریم، این که درمانگری به اندازه کافی خوب کیه و چه کیفیاتی داره و چجوری میشه شناخت. هم فکر کنم این سوال برای کسانی که به تازگی وارد این حرفه میشن یا حالا مشتاقم وارد بشن میتونه کمک کننده باشه، و هم کسایی که دنبال یه درمانگر خوبن این رو چجوری میشه شناخت. خب، به نظرم یه مجموعه ویژگی هایی ممکنه وجود داشته باشه که قطعا هم وجود داره. یعنی طبیعتا تو مطالعاتی که علاقه‌مندانی به پیدا کردن جواب چنین پرسش‌هایی پیش میبرن، پژوهش‌هایی که احتمالاً انجام میشه، منم به بعضی از این پژوهش‌ها برخوردم که درمانگران ممتاز، درمانگران به قول تو به اندازه کافی خوب یا این قبیل عناوینی که براشون به کار برده میشه، نه چه ویژگی هایی برخوردارن. خب من علاقه ندارم که بخوام مطالعات رو اینجا پرزنت کنم. بیشتر تلاشم هم این بوده که توی این مجموعه گفتگوها چیزهایی که به ذهن خودم رسیده، تجربه خودم بوده رو مطرح بکنم. مهمترین چیزی که به نظر من یک درمانگر خوب میسازه تنوع تجربه هایی که در زندگی خودش داره، تجربه های زیستش، که بعضی از این تجربه ها شامل همون آموزشی میشه که گرفته یا درمانی که میشه که گرفته یا سوپرویژنی میشه که گرفته یا تحصیلاتیه که داره. ولی وقتی میگم تنوع، منظورم اینه که این فراتر از اون ماجراییه که توی رشته ما وجود داره و وجود داره. به نظرم یک شخصیتی که تمایل داره چیزهای نو رو امتحان بکنه یا حد دست کم بهشون فکر بکنه، بهشون نزدیک بشه، در موردشون بدونه، که این به واسطه این ماجرا مثل مثلا ورزشکاری که تو باشگاه بدنسازی طوری برنامه تمرینی گرفته که همه قسمت‌های بدنش متوازن رشد کنه. یعنی شما وقتی که مثلا فقط روانشناسی و حوزه‌های که مربوط به روانشناسی هم مطالعه می‌کنی، انگار فقط رفتی مثلا تمرین گرفتی برای قسمت شونه و سرشونت و اینا. یعنی همینجوری داری از سرشونه بزرگ میشی ولی از عضلات میانی و پا ضعیف موندی در واقع. یعنی وقتی میگم تنوع، یعنی یه جور اه، در واقع یک نظمی، یه جور رسای گسترده منظم، یه گستره منظمی از دانش که یا تجربه که به طور متوازن تو بیشتر حوزه ها تکثیر شده قرار داره. یعنی فقط مثلا روانشناسی نیست. البته این خودش به نوبه خودش درمانگر خوبی نمیکنه باز هم. یعنی شاید مثلا تبدیلش کنه یک انسانی که مثلا
بهش بگیم انسان با تجربه، انسان خردمند، یه همچین عنوانی رو براش انتخاب بکنیم. ولی الزاما برای اینکه درمانگر هم باشه، یعنی تو اون حرفه بتونه کار کنه، نتایج درمانی خوبی به بار بیاره و در این حال که میتونه نتایج خوبی درمانی به بار بیاره، صاحب درآمد کافی هم باشه. یعنی ممکنه یه نفر تمام این تجربه‌ای که ما میگیم رو داره، ولی باز الزاما اونو تبدیل نکنه به این که روانشناس خوبی بشه. این بخشیه که م، به نظرم خیلی ناشناخته است. تو اغلب حوزه‌های کاری شغلی هم این هست. یعنی مثلا یه نفر تمام عمرش برای اینکه بتونه نوازنده خوبی بشه توی سازی یا مثلا آهنگساز خوبی بشه، به جز اینکه تحصیلات موسیقایی داره، ولی در اکثر حوزه ها به یه تجربه رسیده. مثلا به جز اینکه حالا خود انواع موسیقی دانشی داره، ولی تجربه کافی هم تو حوزه زندگی زیستش هم داره. ولی چرا مثلا لزوما تبدیل نمیشه به نوازنده خوب؟ چرا لزوما تبدیل نمیشه به یه آهنگساز خوب؟ من فکر کنم اگر اون که چطوری میشه اون اتفاق بیفته رو بلد بودن و میگفتن به همون مسیر میرفتن، خب همه خوب میشدن دیگه. چرا نمیشه پس؟ یعنی چرا در مجموع وقتی هم که ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که یک درمانگر به اندازه کافی خوب چیه، و چرا وقتی میگم تا غیراش رو شروع میکنیم به اندازه گیری یا توضیح دادن، باز با فهم اینها الزاما با درمانگر خوب طرف نیستیم. مثلا این بخشی از خاصیت زندگیه که موفقیت تابع عوامل بسیار زیادیه که اه، از حوزه تاثیرپذیری انسان دوره. یعنی شما نمیتونید کاملا مطمئن باشی که میتونی با انجام دادن این چیزها الزاما موفق بشی. چیزی که من میخوام بگم اینه که شانس موفقیت افزایش میده، فقط این شانس افزایش پیدا میکنه، ولی اصلا به معنای این نیست که حتمیه. این باید به صورت قطعی نگاه نکنیم بهش، به صورت نسبی بهش نگاه کنیم. بنابراین من فکر کنم هر چقدر تنوع تجربه های یک انسان بیشتر میشه که روانشناس بیشتر میشه، دانش نظری و دانش عملیش رو کاریش بیشتر میشه. در نهایت وردیه که با با کار کردن، یعنی با کسب تجربه بیشتر تو اون حوزه توانمندتر بشه، خب امکان موفقیتش بیشتره. زمینه های فرهنگی، زمینه های اقتصادی، زمینه های خانوادگی، زمینه های جغرافیایی هم خب بستگی داره. یعنی خیلی مسائل مختلفی هست که اینجا داره کار میکنه. ولی به هر حال برای اینکه بتونی شانسش رو افزایش بده باید این کارو بکنه. یعنی باید وقتی که رفت روانشناسی خون تو حوزه‌های دیگه هم بره یه دانشی به دست بیاره. بره مثلا اه، تمام تلاشش رو بکنه مداومت به خرج بده. به خصوص خیلی اصل مداومت مهمه. مداومت یعنی که من اگر قراره توی حوزه‌ای موفق بشم یا شانس موفقیت من افزایش بدم، باید مداومت داشته باشم تو اون کار. ممکنه مثلا یه روانشناسی از دانشگاه فارغ التحصیل بشه، همون مثلا 6 ماه اول از طرف استادش دعوت بشه به کار و صاحب درآمد بشه و مراجعین زیادی داشته باشه، ولی مثلا بیشتر از 1 سال دوام نداشته باشه این موفقیت. خاطر اینکه یکی از دلایلی که ما یه موفقیتی رو بهش بها میدیم اینه که در کوتاه مدت به دست نیامده باشه، در بلند مدت به دست اومده باشه. مثلا الان شما اگر یه نرم افزار بازی آنلاین شطرنج گوشید بریزی،
مثلا همون موقع به تو 1500 تا امتیاز میده، یعنی رنکت میشه 1500. رنک 1500 یعنی همون که ریختی رنک 1500 بهت میده. و مثلا که بعد اگه تو بری مثلا به رفیق، به استاد، به دوستت که شطرنج بازی بگی من رنکم 1500 میگه با چند تا بازی. یعنی اگه مثلا بگی با تازه ریختم با 3 تا بازی 1500 میگه نه، 150 تا 200 تا بازی باید بکنی، اون 1500 حالا معنا داره. معنا داره. یعنی در واقع اونجا هم اینطوری به ماجرا نگاه میکنه. چون مثلا شما تازه تخته یاد گرفتی، تخته نه تازه یاد گرفتی، بعد با یه استادی که سالهاست داره تخته بازی میکنه بازی میکنی، همون دست اول هم میبریش. ولی برای اینکه اون برد یه برد درست حسابی باشه، اون بردی باشه که ارزشمند باشه، اینه که تو باید مثلا 25 دست 30 دست بازی کنی با استاد. 25 دست 30 دست مثلا نهایتا بتونی ادعا کنی من حالا نقادم، دارم خوب بازی میکنم. بنابراین یه در واقع موفقیتی که ریشه داره این حاصل زمانه، نه حاصل یه زمان طولانیه که در نتیجه مداومته. چون حالا اگه طرف میخواسته خطایی بکنه، اشتباهی مرتکب بشه، اینا توی این زمان در واقع به یه نحوی اتفاق افتاده، این گردنه ها رو رد کرده دیگه. حالا دیگه الان اونجا که مستقر شده جای محکمیه، هرچند همیشه خطر تهدیدش میکنه، هرچند همیشه این ریسک رو داره که ممکنه از اون موقعیت یا موفقیتش دور بشه، ولی دیگه در مجموع تبدیل به فرد قابل اعتماد شده. مثل مربیای فوتبال که حالا یه بار ممکنه تیمشون، خیلی تیم‌های شهرستانی هم اینطوری تا میان تو لیگ برتر مثلا ممکن 2 بازی اول رو ببرن، بعد مثلا 2 بازی اولشون رو پرسپولیس استقلال مثلا مساوی کنه، اون میره صدر جدول، اون تیم میره صدر جدول، بعد در واقع خب نفر اول میشه دیگه تو لیگ، حداقل تو 2 بازی اول. ولی مثلا 20 تا بازی 30 تا بازیه، تو با 2 تا بازی که نمیتونی. همین الان لیگ ما هم همین اتفاق افتاد براش دیگه، تا 2 تا بازی مونده با آخرین که لیگ تموم بشه استقلال اول بود. ولی در مجموع اونی که تونسته مثلا تعداد بیشتر قهرمانی به دست بیاره یا مثلا این بار هم تونسته قهرمان بشه، تسلون خب تیم خوبیه، ولی اینکه شما بتونید در طول زمان به یه سری موفقیت‌هایی به دست پیدا کنید، یعنی این با اعتبار میکنه. یه تیم اروپایی میاد، مثلا یادم یه سالی که ما جمع بودیم یه تیمی بود به نام ستاره صلح بلگراد، این اومد چمپیون لیگ برنده شد، موقع حالا لیگ قهرمانان بود اسمش یا یه چیز دیگه بود. ولی خب این تیم دیگه رفت، اصلا نیست، اصلا من نمیدونم این تیم الان کجاست. ولی یه تیمایی مثلا رئال و اینا خب تعداد قهرمانی زیاد دارن و اینا دیگه تیم شدن، گرفتن اینا، گرفتن رنگ اینا خیلی سخت. و یکی از دلایلش هم به نظرم پرکاریه، نه پرکاری به معنی اعتیاد اینا، نه به معنی این که شما همیشه در معرض اون خودتو در معرض اون مهارت قرار بدی، البته به صورت هدفمند و به صورت روشمند. یعنی مثلا وقتی یه تیمی قراره که یه ورزشکار قراره باشگاه بره، ممکنه هر روز بره ولی ممکنه درست و حسابی تمرین نکنه یا برنامه خوبی نداشته باشه. یه نوازنده ممکنه هر روز ساز بزنه ولی مزرابش اشتباه دست بگیره یا خوب به هر حال تمرین خوب نکنه، تأثیری نداره. وقتی میگم روشمند یعنی وقتی من میگم که یه روانشناس باید هر روز کیفیت مغازش بده بالا و تو حوزه کاری خودش همیشه چراغ مغازش روشن باشه، ولی به صورت روشمند. یعنی نه که فقط من برم مثل یه کارمندی
دو تا مراجع صبح ببینم بعدش بیام خونه. چرا من عنوان حرفه‌ای رو گذاشتم برای دورم؟ یعنی وقتی مثلا این سر کارشه، داره در واقع تو حرفش فعالیت میکنه، وقتی شب کارش هم تمام میشه برمیگرده، مثل یه فوتبالیست حرفه‌ای که تغذیه‌اش درست، تمرین نداره، درست اون روز مسابقه نداره، ولی به تغذیه‌ش اهمیت میده، به خوابش اهمیت میده. اون روانشناس به طور روشمند هر روز داره به کارش اهمیت میده. مثلا فضای مجازی داره به فعالیتاش اهمیت میده، توی شغلش داره به فعالیتاش اهمیت میده، تفریحش داره اهمیت میده، زندگی شخصیش داره اهمیت میده. وقتی میگم روشمند یعنی همینطوری، یعنی کاملا با یک نظمی داره این سالها میگذره. اگر من 10 سال اشتباه تمرین بکنی هیچ وقت نوازنده نمیشی. 10 سال اگر هر روزم تمرین بکنی فقط کافی مضاعفات اشتباه دست بگیری، به هیچ دردی نمیخوره. اصلا تبدیل نمیکنه به نوازنده. خیلی نوازنده دورگر اینا هر روز دارن ساز میزنن ولی تبدیلشون نمیکنه به استاد، به خاطر اینکه هر روز دارن این کار انجام میدن. چون مثلا قطعاتی که مینوازن، نوع انگوش گذاریشون، نوع مزرابی که دست میگیرن، نمیدونم اصلا حتی سازی که بوک نباشه رو شما بزنی میشه تا خراب میکنی. یعنی همه ابزاراش غلطه ولی هر روز داره تمرین میکنه. بسیار روانشناسا هر روز توی فضای مجازی بهترین ویدیوها رو با کیفیت ترین ویدیوها، بهترین فیلم برداری، بهترین موسیقی رو میذارن. ولی اون مغز کار که در نتیجه یک تلاش سالیانه بتونه در واقع یک ارائه معطوف به هدف داشته باشه، در نتیجه یک دانش ویژه‌ای باشه، سالها به دست آورده، به خاطر یه زحمت کشیده نیست. چون یه نوازنده دورگرد رو بشونید دوستان تالار برده ربطی نداره. سالن عالی، صدا برداری عالی، نمیدونم حتی ممکنه بتونی مردم رو فریب بدین بیان بلیط بخرن، خیلی چیزهای مختلف، ولی دلیل نداره، دلیلی نمیشه. ما خیلی وقتا روانشناسان فکر میکنن برای اینکه بتونن خوب کار بکنن نیاز به همین اکسسوری ها دارن. مثلا باید حتما یه چیزهای ویژه‌ای در کارشون داشته باشن. از جمله مثلا اگر میخوان ویدیوی ضبط کنن حتما باید این از یک سری عناصر خیلی ویژه‌ای بهره مند میشه. مثلا نمیگم بده ها، میگم مثلا سوراخ‌دار ولی گم میکنن. نمیدونم باید حتما اینطوری این فرم باشه، این قاب بندی باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه. ولی وقتی یا مثلا حتی وقتی میخوان کار بکنن یه اشتباه بزرگی که انجام میدن اینه که دفتر کارمون حتما باید فلان نقطه شهر باشه، فلان جای شیک شهر باشه، صندلیمون باید فلان مارک باشه، نمیدونم تزیینات اتاقمون اینجوری باشه. واقعا اینا نیست. یعنی اینا اتفاقا چیزهاییه که در طی زمان تا به دست بیاری خیلی ریشه دارن. یعنی اگه مثلا شما امروز مجبوری که توی فضای کلینیکی که ضعیف‌تره کار کنی یا فقط آنلاین کار کنی یا تو خونت کار کنی ولی خوب کار کنی، با کیفیت کار کنی. و سوپروایزرها که میان با من صحبت میکنن تازه کارن میخوان کارشون شروع کنن، میگم تو الان که میخوای کارتو شروع کنی فقط باید بگن که کارش خوبه، نباید بگن که واو دفترش چه گرونه، نباید بگن کرواتش چقدر قشنگه، نباید بگن که مثلا چقدر ویدیوهاش حرفه‌ای ضبط شده. باید بگن چقدر کارش خوبه. یعنی تو همون بخشی که داره کار درمون انجام میده، تو از داخل اون کار خوب حالا کلمات خوبم میخری، نمیدونم ممکنه فیلم بردار خوبم استخدام کنی، ممکنه دفتر کار خوبم بگیری. اینا همگی به تدریج اتفاق میفته ولی باید بگن کارت خوبه. ولی خب چون اونها راحت تر به دست میاد، مثلا شما اگه 1-2 میلیارد پول داشته باشی راحت تر میتونی یه وسایلی برای دفترت بخری و یه چیزهایی برای کار تدارک ببینی و اینا.
ولی برای اینکه بتونید تو روانشناسی کارت خوب باشه با پول در نمیاد. با پول درست نمیشه. یه چیزی میخواد که شامل سخت‌کوشی در طول زمان. اخیراً یه ویدیویی از رونالدو میدیدم که میگفتش من حاضرم همه نقشه راه موفقیتمو بگم، ولی میدونم که نمیتونید اجرا کنید. مسئله شما این نیست که نقشه راه موفقیت رو گاهی وقتا نمیتونید، مثلا شما اینه که زور اجرا کردن نقشه راه موفقیت رو ندارید. یعنی چون خرید مبلمان اینا راحت تره اونو میرید انجام میدید، ولی حالا که قرار باشه به شما من بگم که مثلا باید مطالعاتت اینطوری متنوع باشه، شاید نتون. یه چیزای مهمتری ممکن تو کار ما باشه. مثلا من گاهی وقتا روانشناسا رو آدم‌هایی می‌بینم که تو زندگی شخصیشون تجربه های کمی دارن. برای کمی گریز بزنم مقدمه که شروع کردم، مثلا چرا توی ساختمونشون جلسه هیئت مدیره برگزار میشه نمیره، مثلا میگم یعنی یه چیز نشه. همسرش یه درگیری پیدا میکنه و این شاهد مثلا یه نزاعی بهش میگه حاضر بیاید دادگاه شهادت بدی که منو زدن مثلا، نمیره، مثلا درگیری هیچی نمیشه. بعد تو کشورش یه سری تحولات سیاسی اجتماعی اتفاق میفته، نه اطلاعی داره نه دغدغه داره، هیچ، مثلا هیچ. بعد حالا به خدمتتون باز مثال بزنم. اه، هیچ دغدغه مثلا نودوستانه هم مثلا نداره الزاما. مثلا یه گرفتاری یکی داره، نه که مثلا خیریه بزنه اینا، و منظورم این نیست. اون که سطح خیلی بالاترشه. نه مثلا فرض کنید که حالا یه جایی اگه میتونه یه نیاز کوچیکی رو برطرف کنه، کارش چیه؟ داره میخونه دکترا بگیره، کارش همین. یعنی هیچ برنامه دیگه ای نداره. واقعا این که نمیشه که. حالا دکتراشو میگیره، میگیم حالا کار چیه؟ حالا برم خارج از کشور دوره دوره دیگه مثلا بگذرونم یا یه ورکشاپی شرکت کنم. یعنی برنامه زندگیش از مثلا 17 سالگی که دیپلم گرفته فقط همین بوده. حتی حاضر نشده بره خوابگاه زندگی کنه که یه مقداری ارتباطاتش با آدما زیاد بشه، تجربه ارتباطاتی بین فردیش زیاد بشه. فقط تو همین مسیر بوده که بره دانشگاه برگرده امتحان بده 20 بگیره، بره دانشگاه برگرده بیاد امتحان 20 بگیره. بعد خب نمیشه، یه روانشناس هم نمیشه. بعد تلاش میکنه که مثلا صرف حال بعدا تلاش کنه یه جای استخدام بشه، توی استخدامش هم هزار جور مثلا برنامه ریزی بکنه که حتما مثلا بتونه استخدام بشه، ارتباطی بزنه چیزی. یعنی اصلا کلا بعدش هم وقتی میره دانشگاه حالا یا جای استخدام میشه کار میکنه، رشتهش به نظرم براش مهم نیست. یعنی منظورم اینه که اون هویت حرفه‌ایش براش اهمیت نداره متاسفانه. مثلا میره مثلا در یه جایی استخدام میشه، یه مسئولیتی به دست میاره، ولی مثلا زد و بندش رو دوست داره، اون زد و بند کنه یا مثلا دانشجو رو آزار بده، فریب بده، نمیدونم. یعنی اصلا خود حرفش براش، ارزش حرفش براش معلوم نباشه. و حالا تمام اینا در مجموع این فرصت رو در واقع فراهم میکنه که ما شانس موفقیتمون افزایش بدیم و بتونیم حالا شاید مثلا در نگره بهتری باشیم. مرسی. من
خیلی دوست داشتم این صحبت های این جلسمون رو و حالا سوالات دیگه هم تو ذهنم بود، آماده کرده بودم، ولی نمیدونم اگر شما موافق باشید بریم هفته آینده آره سوالاتی که حالا هستش رو بپرسیم. من حیفم میاد بخوام سوالی دیگه بپرسم و خودم حداقل فکر میکنم که نیاز دارم چند بار بالا چیزایی که گفتید رو گوش کنم و در موردشون فکر کنم. خواهش میکنم. ممنونم. برام بسیار ارزشمند بود. مرسی. خواهش میکنم. متشکرم وقت گذاشتی، لطف کردی. بله منم موافقم. حالا این تایم 20 دقیقه تا 30 دقیقه که گذاشتیم برای جلساتمون رو حفظ کنیم و هفته بعد دوباره انشالله بیایم و ادامه بدیم. من از خودت متشکرم، بچه‌ها که دانشجویان همکارانی که این فایل‌های صوتیشو میشنون، تصویرشو میبینن، پاسپورت بدن، نظراتشون رو بنویسن که بتونیم در واقع از میزان تأثیری که ممکنه بر مخاطب داشته باشه بیشتر بدونیم تا از بازخوردهای مثبتشون برای بهبود کیفیت کار استفاده بکنیم و از بازخوردهای منفیشون برای ترمیم کارمون استفاده بکنیم و همین تا بعد و ببینیم چی میشه. متشکرم. مرسی. خواهش میکنم.